به این تصاویر خوب نگاه کنید که قلب هر انسان با ایمان با وجدان گریه میکند. اینها افرادی هستند که نان میخورند، اما نانی که از آرد آماده میشود نه خیر، بلکه نانی که از خاک و نمک و آب آماده شده است میخورند. های انسان متکبر، های اشخاصی که امروز هنوز هم اسراف میکنین در خوردن غذایتان، در مصرف پولتان، در مصرف لباستان، به این تصاویر خوب نگاه کنید. اینها هم انسان هستند. این یک درس عبرت است برای تو و برای فرزندانت. امروز اشخاصی هستند که میلیون ها افغانی و یا دلار سرمایه دارند و یا در بانک ها و یا در خانه هایشان ذخیره کردند و ترسی از الله ندارند. با فقیرها کمک نمی کنند. چشم گوش خود را بسته کردند. آیا می دانید که زمان می رسد که فرزندان شما با این سرمایه شما چی می کند؟ آیا می دانید که با پولی که شما ذخیره کرده اید چی می شود؟ از مرگ نمی ترسید؟ از خدا نمی ترسید؟ آیا مرگ را در چشمان خود و فرزندان خود نزدیک نمی بینید؟ تابکه غرور و تابکه تکبر. آیا پول شما را از سربازی که الله به نام کرونا فرستاده است نجات داده می تواند؟ آیا فکر کرده اید مانند این کشور فقیر که امروز گل می خورد، کشور شما در آینده نزدیک نیز دچار این مصیبت خواهد شد؟ سیاستمدارانی که امروز به نام جهاد و به نام مقاومت و به نام این و آن حق میلیون ها یتیم و بیوزن را خوردن، آیا از خدا نمی ترسید؟ آیا این بیلدینگ های شما در قبر شما می رود؟ آیا شما ترسی هم از خدا ندارید؟ مرگ نزدیک است. بیایید دست فقرا و یتیما و بیوزنا را بگیریم. طبق آمارای رسیده بیشتر از 20 میلیون افغان زیر فقر زندگی می کند. بیاین دست به دست هم بدیم و این فقرا را کمک بکنیم و نزد الله که رفتنی هستیم بروی و با دستان پر برویم. بیایید هموطنان خود را از فقر نجات بدهیم. بیایید دیگر نگذاریم که هموطنان ما بیشتر از این زجر بکشند و دچار همچو حالت گردند. بیایید دست به دست هم بدیم. بیایید فقر را ریشه‌کن بکنیم تا باشد الله از ما راضی باشد، تا باشد خداوند دست ما را بگیرد، تا باشد روز دیگران دست فرزندان ما را بگیرد. بیایید از خواب بیدار شویم. بیایید پولهای ذخیره‌ای که امروز من و تو احمد و محمود در بانک ها داریم و ذخیره کردیم برای فرزندان خیش، امروز برای هموطنان خیش تقسیم بکنیم تا باشد اینا همشان از فقر نجات بیابند و ما اشک یتیم را خوش کرده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.